درود خدمت همه فارسی زبانان و زبان آموزان عزیز. خوش اومدید به کانال خودتون، کانال لنگویج فنز. امروز میخوایم در رابطه با کتاب What is Weather یا آب و هوا چی هست دانش لغوی خودمون رو در رابطه با آب و هوا بالا ببریم. توی بخش اول این کتاب نحوه اندازه‌گیری آب و هوا رو میخونیم. بعد از اون با ابزاری که آب و هوا رو اندازه‌گیری میکنند بیشتر آشنا میشیم. یه سری به ابرها میزنیم و بعد از اون انواع آب و هوای مرطوب رو مورد مطالعه قرار میدیم. در آخر هم دانش انگلیسی خودمون رو در رابطه با فصل‌ها بالا میبریم. سطح کتاب هم سطح مقدماتی مناسب برای افرادی که یک کمی دانش انگلیسی دارن و امیدوارم که لغات این بخش هم براتون جذاب باشه. از تک تک حمایت شما سپاسگزارم. انتقادات و پیشنهاداتتون رو هم در رابطه با این بخش برای ما کامنت کنید. حرف دیگه نیست، بریم که آموزش رو با هم شروع کنیم. توی قسمت اول ما قصد داریم در رابطه با measuring weather صحبت بکنیم یا اندازه‌گیری آب و هوا و ببینیم آب و هوا چیه و چه ویژگی هایی داره. measuring به معنی اندازه‌گیری، weather هم به معنی آب و هوا. What is it like outside where you live؟ خارج از محل زندگی شما چگونه است؟ منظور اینجا اینه که آب و هوا خارج از محل زندگی شما چگونه است؟ چجوریه؟ What is the weather like today؟ آب و هوا امروز چجوریه؟ به صورت خودمونی بخوایم ترجمه بکنیم. کلمه مهمی که اینجا هست outside به معنی بیرونه، بیرون از خانه، بیرون از هر جایی، و لیو هم محل سکونه، زندگی کردن، جایی که آدم زندگی میکنه. خط بعدش هم که weather به معنی آب و هوا. Weather changes all the time. All time به معنی همیشه هست، ولی اینجا چون و اومده معنی بیشتر اوقات میده. All the time بیشتر اوقات. میگه که آب و هوا بیشتر اوقات تغییر میکنه. change هم به معنی تغییر کردن. Is it wet or dry؟ توی اون تصویر پایین بخوایم ببینیم، اون تصویری که برف داره منطقه هست که wet هست، مرطوبه، و اون تصویری هم که خشک dry، منطقه کویری، معمولا منطقه dry هستش. Are there clouds؟ ابرها وجود دارند. cloud به معنی ابر، clouds جمع میشه. ابرها وجود دارند. Can you see the sun؟ میتونید خورشید رو ببینید. Is there wind؟ باد وجود داره. How hot or cold is it؟ چقدر گرمه یا چقدر سرده آب و هوا؟ It برمیگرده به weather، آب و هوا. همونجور که دوباره تو تصویر هم میبینید، تصویری که داخلش برفی هست، منطقه هست که cold، it is cold here، و منطقه هم که خشک، it is hot here، منطقه هست که گرمه. بریم اسلاید بعدی و در رابطه با وسایلی که آب و هوا رو اندازه گیری میکنند با هم دیگه مطالعه کنیم. Temperature is how hot or cold something is. اینجا میخواد تعریف temperature رو به ما بگه. میگه که temperature یا هم دما عبارت هست از گرم یا سرد بودن چیزی. something به معنی چیزی. Temperature changes. دما تغییر میکنه. We measure temperature using numbers. میگه که ما اندازه میگیریم دما را با استفاده از اعداد. The temperature is higher number when it is hot. higher number عدد بالا. خط بعدی هم متضاد higher number را داریم. The temperature is a lower number when it is cold. ترجمه لغت به لغت بخوایم انجام بدیم میگه چی؟ میگه دما هست یک عدد بالا زمانی که هست گرم. بعدش هم میگه که دما هست عدد پایین زمانی که سرده. همونجور هم که داخل تصویر میبینیم، داخل اون دماسنجه میگه که the temperature is high. عددش الان اومده بالا، اون خط آبیه اومده بالا، دما بالاه، و کنارش هم the temperature is low، اون خط آبی اومده زیر منفی. weather tools. حالا اینجا ما میخوایم ابزار آب و هوا رو ببینیم چیه. There are many weather tools.
خیلی ابزار آب و هوا وجود داره. The thermometer tells the temperature. دماسنج به ما میگه دما رو. It shows the numbers. It برمیگرده به همون ترمومتر و میگه اون ترمومتر دماسنج عددها رو به ما نشون میده. A wind vane tells which way the wind is blowing. wind vane به معنی بادنما هست. blow هم به معنی وزیدن هست. یه بادنما به ما میگه از چه جهتی باد میوزه. which way به معنی کدام راه، کدام جهت. A snow gauge tells how much snow falls. snow gauge هم به معنی برف سنج هست. میگه که یک برف سنج هم به ما میگه چقدر برف باریده. A rain gauge tells how much rain falls. A rain gauge همون که توی تصویر هم میبینید یک rain gauge داریم ما اینجا. دقیقا هم مثل snow gauge rain gauge هم داریم. به ما میگه که چقدر باران باریده. بریم سراغ ابرها. Water vapor is water in the air. بخار آب هست آب در هوا. پس چی شد؟ آب موجود که توی هوا هست water vapor هست. اون بخار آبه که از طریق خورشید میتابه داخل چاله چوله هایی که توی زمین هست و این چاله چوله ها آبشون بخار میشه و تبدیل به water vapor میشه و به آسمان میره و تبدیل به آب موجود توی آسمان میشه، توی هوا میشه. You cannot see water vapor. یعنی ما نمیتونیم بخار آب را ببینیم. Clouds are made when water vapor cools. خب حالا ابرها چطوری به وجود میان؟ ابرها زمانی به وجود میان که اون water vapor کول میشه، خنک میشه، یخ میشه. اینجوری ابرها are made میشن، ساخته میشن. Clouds are made of many tiny drops of water or ice. drop به معنی قطره هست. drops of water معنی قطره آب. چون جمع هم شده میشه قطرات آب، قطره های آب. میگه که ابرها ساخته میشن از قطره های کوچک زیاد آب یا یخ. آیس هم به معنی یخ. There are many different kinds of clouds. انواع و اقسام متفاوتی از ابرها وجود داره. kind به معنی نوع، kind of clouds به معنی انواع ابرها. different به معنی متفاوت. there are هم وجود داشتن، many هم خیلی. different clouds bring different weather. bring به معنی آوردن. میگه که ابرهای متفاوت میارند آب و هوای متفاوت ها. most high clouds mean good weather. در اینجا اومده ابرهای بالا را توضیح داده. بیشتر ابرهایی که بالا هستند به معنی اینه که آب و هوا خوبه. مین به معنی دقیقاً برعکسش هم وجود داره. low clouds. most low clouds mean bad weather. اکثر یا اغلب ابرهایی هم که پایین هستن، ابرهای پایین به معنی اینه که آب و هوای بد وجود داره. very low clouds make fog. ابرهایی هم که خیلی خیلی پایین باشن، very low باشن، باعث میشن که مه ایجاد بشه، مه ساخته بشه. make معنی ساختن، fog هم به معنی مه. بریم در رابطه با آب و هوای مرطوب یا wet weather صحبت بکنیم. There are different kinds of wet weather. وجود داره انواع مختلفی از آب و هوای مرطوب. Wet weather can help living things. living thing به معنی موجود زنده. living thing موجودات زنده. اس جمع اومده. آب و هوای مرطوب میتونه کمک بکنه به موجودات زنده. Plants need water from wet weather. گیاهان احتیاج دارن آب از آب و هوای مرطوب. plant به معنی گیاه. اس جمع هم اومده برای پلنت، میشه که گیاهان. need به معنی احتیاج داشتن و wet weather هم آب و هوای مرطوب. But many living things look for shelter from wet weather. shelter به معنی سرپناه. living thing هم داشتیم. look اینجا به معنی جستجو کردن. میگه که خیلی از موجودات زنده در جستجویی برای شلتر هستن، برای سرپناه خودشون هستن. در اینجا شلتر رو هم ما میتونیم، چون داریم لیوینگ تینگ را صحبت میکنیم در رابطهشون، میتونیم بگیم که لونهشون، خونهشون
خونه اون موجودات زنده. rain، اولین آب و هوای مرطوبی که میخواین در رابطه باهاش صحبت بکنیم rain هست. rain is a kind of wet weather، یکی از انواع wet weather هست، آب و هوای مرطوبه. some living things want to stay dry when it rains. میگه چی؟ میگه که برخی از موجودات زنده، some به معنی برخی، میخواهند، want به معنی خواستن، هنگام بارندگی خشک بمانند. زمانی که باران میباره میخوان خشک بمونن. استی به معنی ماندن، درای هم به معنی خشک. آب و هوای بعدی آب و هوای اسلیت هست. اسلیت هم is a kind of wet weather هست، آب و هوای مرطوبه. rain can turn to sleet when it is cold. اسلیت به معنی بوران هست. میگه که باران میتونه تبدیل بشه به بوران زمانی که سرد باشه هوا. Sleet is rain that freezes. بوران هست بارانی که منجمده. من حالا در کل بخوام یه تعریف خودمونی از اسلیت بگم و این بحث رو تمومش کنم، به گونه ای از بارش میگن که آمیخته شده از برف همراه با باران، یعنی برف و باران با هم بیاد اسلیت رخ داده. خود کلمه تگک به معنی هیل هست. داخل این باکس هم من قرار دادم هیلا. بریم در رابطه با اسنو مطالعه کنیم. میگه که snow is a kind of wet weather. اسنو هم مثل rain، مثل sleet، یه نوع از wet weather هست، آب و هوای مرطوبه. Snow is water that freezes high in the air. برف هست آبی که منجمد شده در هوای بالا. اسنو به معنی برف، فریز دوباره اینجا داریم منجمد شدن، های هم به معنی بالا. پس آبی که در هوای بالا یا ارتفاعات بالا به خاطر سرما یا زمستان بودن اون منطقه منجمد میشه تشکیل برف میده. It falls from the clouds when it is very cold. زمانی که ما بخوایم اسنو یا رین را بگیم داره میباره، از فعل فال استفاده میکنیم. ایت اینجا برمیگرده به water و میگه اون آبه میباره از ابرهایی که خیلی کولد باشن، خیلی سرد باشن. پس چی شد؟ برف زمانی میباره که اون ابرها خیلی خیلی سرد شده باشند. Many living things look for warm shelter when it snows. خیلی از موجودات زنده هم در جستجوی یک سرپناه گرم هستند. warm shelter اینجا معنی همون سرپناه یا پناهگاه گرم هستند زمانی که برف میباره. توی بخش آخر وت ودر هستیم یا همون آب و هوای مرطوب و میخوایم در رابطه با انواع اسنو استورمز ها صحبت بکنیم یا طوفان برف. There are different kinds of snow storms. میگه که انواع مختلفی از طوفان‌های برف وجود داره. There is lots of snow in a blizzard. اولین طوفان برف بلیزارد هست. بلیزارد به معنی کولاک هست. میگه برف خیلی زیادی وجود دارد در کولاک. بعدیش فلوری هست. Light snow that falls for a short time is called a flurry. میگه برف سبک میباره برای یک مدت کوتاه. ما بهش میگیم فلوری یا همون طوفان ناگهانی یا رگبار. مورد آخر اسنو استورمز ها هم اسنو برست هست. اسنو برست چیه؟ اسنو برست has lots of snow that falls quickly. میگه چی؟ ترجمه لغت به لغت براتون انجام میدم. یک اسنو برست دارد برف زیاد که میبارد خیلی سریع به سرعت. خود کلمه برست به معنی ترکیدن هست. پس اگه بخوایم یه ترجمه خودمونی انجام بدیم، یهو خیلی برف زیاد میترکه. این هم از آخرین نوع اسنو استورم در این بخش بود. بریم اسلاید بعدی و در رابطه با فصل ها با هم دیگه مطالعه کنیم. A season is a time of year. فصل هست یک زمان سال. منظور چیه؟ مثلا اسپرینگ همون بهار زمان شکوفه دادن گل هاست، یا مثلا فال یا پاییز زمان رفتن به مدرسه است. پس
فصل هست یک زمان سال. There are 4 seasons each year. وجود داره 4 فصل هر سال. Each year به معنی هر سال. They are spring, summer, fall and winter. اسم فصل هم به ترتیب spring بهار، summer تابستان، fall علاوه بر این که معنی باریدن داره، معنی افتادن داره، معنی پاییز هم میده، autumn هم میگن، و winter هم به معنی زمستان. The season always come in the same order. In the same order به معنی به همین ترتیب. این فصل ها به همین ترتیب میان. اول بهاره، بعد تابستانه، بعد پاییزه و بعد هم زمستانه. In the same order. Seasons have different weather in different places. فصل ها دارند آب و هوای متفاوت در مکانهای متفاوت. Spring can be warm. بهار میتونه گرم باشه. Summer can be hot. Summer یا تابستان میتونه که داغ باشه، سوزان باشه. Fall can be cool. پاییز میتونه خنک باشه. Winter can be cold. زمستان میتونه سرد باشه. Winter can be very cold in some places. زمستون میتونه خیلی سرد باشه در بعضی از مناطق، مثل قطب جنوبی، قطب شمال میتونه خیلی سرد باشه. بریم اسلاید آخر و ادامه همین فصل ها رو با هم دیگه بخونیم. Seasons change in a pattern. pattern به معنی الگو هست. میگه که فصل ها تغییر میکنن در یک الگو. حالا این الگو چیه؟ Spring is before summer. اولیش بهار قبل تابستانه. Summer is before fall. دومیش تابستان قبل از پاییزه. سومیش هم fall is before winter. پاییز هم قبل از زمستانه و آخریش هم winter is before spring. زمستان هم قبل از بهاره. Then the pattern start again. دوباره این الگو start again. همین چرخه‌ای که داخل تصویر هم می‌بینید. then به معنی سپس هست. سپس الگو start again میشه. دوباره شروع میکنه. Weather is always changing. آب و هوا همیشه تغییر میکنه. Living things find ways to live in all kinds of weather. Living things رو قبلا داشتیم. موجودات زنده. find به معنی پیدا کردن. way به معنی راه، روش. اس جمع اومده، پس طبیعت همیشه راه ها، روش ها. live به معنی زندگی کردن. kind به معنی نوع و weather هم به معنی آب و هوا. میگه چی؟ میگه موجودات زنده راههایی برای زندگی کردن در انواع آب و هوا پیدا میکنند. Look out the window. بیرون پنجره رو نگاه کنید. See what the weather is now. ببینید آب و هوا چجوریه الان. What do you think the weather will be tomorrow. فکر میکنید آب و هوا چجوریه فردا. شما فکر میکنید آب و هوا چجوری باشه فردا. زبان آموزان گرامی، اینم از کتاب What is the weather. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه، لغاتش براتون جذاب بوده باشه و چیزای زیادی یاد گرفته باشه. فراموش نکنید کانال خودتون رو سابسکرایب کنید، حمایت کنید از کانال خودتون و با حمایتتون یه دلگرمی خیلی خاصی به ما میدید. انتقادات و پیشنهاداتتون رو هم برای من کامنت کنید. به روی چشم من تک تک کامنت ها رو میخونم و برای بهبود کیفیت ویدیوها 100% اجرا میکنم. تا داستان علمی بعدی شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.